اگر شما اینستاگرام داشته باشین شما باید بدونین که در اینستاگرام تنوع بند گفتنی چیز هست. تنوع بند چیست؟ چقدر در وای میافتن، چقدر ایوای میبرن، همش در همین ویدیو میفهمین. ابونش شدن فراموش نکنید. تنوع بند چیست؟ تنوع بند خودش یک فونکسیون مخصوص اینستاگرام است که بر ضد شخصانی که قانون‌های اینستاگرام رو رعایت نمیکنن استفاده برده میشه. یعنی که شخصانی که زیاد نکرود میکنن، подписчиков просмотров лайкора، شخصانی که زیاد با آدمای ناشناس ویدیو رو میکنن، سابشینی میدروی یک گلا ویدیو توی کردن، گرچند که بگم نمیشناسی عموما ناشناسای ویدیو رو میکنن، یا با زبان روسی میگن سپام. کسی که بسیار سپام میکنه، کسی که زیاد نکرود میکنه و شخصانی که زیاد ادپیسات و подписаться میکنن به مدت میتونن که در تنوع بند غلطن. وقتی که شما در تنوع بند غلطین تا 2 هفته را نه подписаться کردن میتونین، نه لایک، نه ادپیسаться. یعنی که بسیاری فونکسیون اینستاگرام شما استفاده برده دیگه نمیتونید. خیلی تنوع بند برویم. اگر در تنوع بند غلطیدین اکانت شما پروفسیونالی باشه میگین لیشتینش میکنین، هشتگای پوبلیکاسیونتون فالو دلیت میکنین و اگر تونین در سلوچ پادیرش کی مینویسین.